سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 27 آگوست تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. سرکرده آشوبگران در معبد ولگگراد شاه عبدالکریم خان کریموف بوده است. گوش یکی از محبوسان آشوبگر را در زندان روسیه بریدند. تیمور ورقی به جای علیم شیرزمانوف رهبر انجمن آزاداندیشان تاجیک انتخاب شد. آوازخوان تاجیک نگینه امانقلووا سزاوار عنوان هنرمند خلقی ازبکستان شد. مرگ طفل 3 ساله در زیر چرخ مادرش در استرافشن. و اکنون تفصیلات خبرها. با گذشت چند روز از آشوب خونین روز 23 آگوست سال 2024 در معبد رقم 19 در شهر سوروفکن ولایت ولگگراد روسیه درباره شخصیت اشتراکچیان این آشوب تا حال معلومات مختلف و گاه و زد و نقیض به دست می رسد. قبلا گفته می شد که این آشوب را 4 محبوس، 2 زاده ازبکستان رمزالدین توشی و تیمور خوسینوف و 2 زاده تاجیکستان نظیرجان توشه و نوروز رستمجان انجام دادند. به غیر از خوسینوف که برای آدمکشی از بی‌احتیاطی زندانی شده بود، اون 3 نفر دیگری ذکر شده با جرم قاچاق مواد مخدر هدای حکم کردند. اما مادر تیمور خوسینوف روز 26 آگوست به ژورنالیستان گفت در ویدیوهای نشر شده در بین محبوسان آشوبگر پسر او نبود. پسر من آنجا نیست، میفهمید آنهایی که این کار را کردند تماما آدمان دیگرند. پسر من در بین آنها نیست، او در همین زندان بود، ولی در بین آنهایی که آدمان را کشتند و ریزه کردند او نبود، ولی نامش در روی خط است. من میخواهم بدونم که پسر من کجا است، چی حال دارد، گفته است این زن به خبرگزاری ریا نووستی. مادر خوسینوف گفته است پسرش بعد 2 ماه باید آزاد میشد و از این رو به چنین کار گناه دست نمیزند. او از آن شکایت کرده است که وی را به معبد رقم 19 را نمیدهند تا در کجا بودن پسرش را بفهمد یا معلومات بگیرد. شام 25 آگوست تلگرام کانال به مقامات قدرتی روسیه نزدیک بازا با تکیه به منبع‌هایش خبر داد که رمزالدین توشی و تیمور خوسینوف در آشوب روز جمعه در معبد رقم 19 اشتراک نداشتند و نامشان اشتباهاً در روی خط آشوبگران افتاده است. بنا به اطلاع بازا شخصیت محبوسان آشوبگر را بعدی از بین بردن آنها معاین کردند و معلوم شده است که بجز از نوروز رستمجان و نظیرجان توشف در این آشوب شاه عبدالکریم خان کریموف و شاه جهان سیفیف اشتراک کردند. سیفیف سال 2022 و کریموف سال 2019 با جرم قاچاق مواد مخدر محکوم به زندان شدند. بنا به اطلاع دریافته شاه عبدالکریم خان کریموف از تاجیکستان بوده است، ولی از کجا بودن شاه جهان سیفیف هنوز روشن نیست. تلگرام کانال نیز به نیروهای قدرتی روسیه مش هنوز روز 24 آگوست شاه عبدالکریم خان کریموف را سرکرده آشوب محبوسان در معبد رقم 19 نامید و خبر داد که مفتشان حالا میخواهند برادر او را بازپرسی کنند. فراجان کریموف نیز سال 2016 همراه برادرش شاه عبدالکریم خان دستگیر و محکوم به زندان شده بود، ولی آنها این همه سال در محبس‌های علیحده ادای حکم میکردند. بنا به اطلاع مش کریموف هر دو از یک دهه در تاجیکستان بوده، یکی از آنها 2 فرزند دارد، ولی خویش و تبارشان تقریبا 2 سال باز از آنها خبر نگرفتند. کریموف همراه 6 نفر دیگر با شمول 1 دختر از مسکو سال 2016 در ولایت ولگگراد با مواد مخدر به دست افتادند. آنها اعتراف کردند که در شهر ولسک 2 زاکلاتکا و در ولگگراد 10 زاکلاتکا کردند. شاه عبدالکریم خان آن وقت هنگام گفت 200 بسته مواد مخدر پیدا کردند. اعضای این نرکبند در نهایت به مهلت از 3 تا 10 سال زندان محکوم به زندان شد. گفته می شود کریموف چندان روسی را خوب نمیدونستند و در جریان بازپرسی با کمک ترجمان بیانات میدادند. مش می نویسد که شاه عبدالکریم خان سرکرده آشوبگران در معبد رقم 19 بود، نه نظیرجان توشف. از کریموف ویدیو و عکس می گرفت، با نمایندگان مقامات مذاکرات میکرد و عملهای آشوبگران را هماهنگ می ساخت. اشتراک زادگان تاجیکستان در آشوب پرقربانی در معبد روسیه خانواده ها و حکومت تاجیکستان را سخت نگران کرده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان علاقه شام 23 آگوست درباره صحبت تلفنی وزیر داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده با همتای روسش ولادیمیر کلاکولتسف
وابسته به حادثه گروگانگیری در مؤسسه اصلاحی نظامش سنگین شهر سوروفکن خبر داد. در اطلاع رسمی گفته می شود که صحبت تلفنی رحیمزاده با همتای روسش با دستور سپارش پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان صورت گرفته است. رسانه‌های ملتگرای روسیه از جمله تلگرام کانال‌های پزنیاکوف و میگرانت فیو کاکست عکس و ویدیوهای جسدهای محبوسان روز 23 آگوست سال 2024 در جریان سرکوب کردن آشوب در محبس رقم 19 در شهر سوروفکن ولایت ولگراد را نشر کردند. در یک ویدیو دیده می شود که نیروهای قدرتی گوش یکی از محبوسان را بریدند و یکی از افسران قدرتی از دیگر خواهش می کند که تا او را در پهلوی جسد این محبوس عکس بگیرد. معلوم نیست که گوش این محبوس را هنگام زنده بودنش بریدند و یا بعد کشته شدنش. ظاهرا این محبوس کشته شده که گوشش را بریدند بزاده تاجیکستان ناظرجان توشف 28 ساله شباهت دارد. روز 23 آگوست مست توشف از نام محبوسان آشوبگر در محبس سوروفکن گپ میزد و طلبهای آنها را پیش میگذاشت و مذاکرات پیش میبرد. یادآور میشویم از این قبل روز 23 مارس سال 2024 در جنگلزار در ولایت بریانسک نیروهای قدرتی روسیه هنگام تعقیب 4 متهم اساسی حمله خونین به تالار کراکوس سیتی هال بعد بازداشت گوش یکی آنها سید اکرم رجبالی زاده 30 ساله از تاجیکستان را همین گونه بیرحمانه بریده بودند. همان طوری که بعد بریدن گوش رجبالی زاده شاهد شدیم، ویدیو محبوس محبس رقم 19 با گوش بریده نیز واکنش‌های زیاد گوناگون را به بار آورد. برخی بر اینند که با آنهایی که مردم را گروگان میگیرند باید مثل خود آنها بدون یگان ترحم رفتار کرد. گروه دیگر سوال میگذارند که در چنین صورت بین تروریست‌ها و کارمندان نهادهای حفظ حقوق چه فرقی باقی میماند؟ روز جمعه 23 آگوست تقریبا ساعت 12:30 4 محبوس، 2 نفر از تاجیکستان و 2 دیگر از ازبکستان درست در ساعت برگزاری مجلس انتظامی مأموریت محبس رقم 19 وارد تالار جلسه شده 9 زندانبان با شمول سردار زندان اندری دویاتوف را گروگان گرفتند. آشوبگران همین طور 5 محبوس دیگر را به صورت درآوردند. در دوام روز گروگانگیرها 5 تن از زندانبانها با شمول دویاتوف با ضرب‌های بالغ و کرد مجروح شده را و همچنین یک محبوس نیز زخمی با نام الکساندر بایکو را جواب دادند. جسد 3 زندانبان و 4 محبوس را بعد انجام عملیات که ساعت 16 آغاز یافت بعد نیم ساعت به پایان رسید پیدا کردند. معلوم نیست که آنها را گروگانگیرها کشتند و یا در جریان عملیات به هلاکت رسیدند. باز یک زندانبان که در جریان عملیات رها یافت بعد چند ساعت در بیمارستان جان داد. به این ترتیب در جریان آشوب در محبس در ولایت ولگراد 8 گروگان، 4 زندانبان و 4 محبوس کشته شدند. درباره سرنوشت 4 گروگانگیر معلومات یکسان نیست. برخی منابع می نویسند که همه آنها کشته شدند. برخی دیگر می گویند که 2 آنها زنده‌اند ولی زخم‌های سنگین برداشتند. اما در عکس و ویدیوهای نشر شده که در روی حولی محبس رقم 19 جسدهای دست کم 3 از محبوسان آشوبگر دیده می شود. در دوام 4 ساعتی که این 4 محبوس محبس را اشغال کرده بودند آنها چندین ویدیو نشر کردند. از جمله گفتند که آنها آن محبوسان و زندان‌های را که محبوسان مسلمان را اذیت می‌دادند به صورت گرفتند. نظیرجان توشف در ویدیوهای فرستاده‌اش از جمله ادعا می‌کرد که موی سرورش تمام محبوسان را در محبس رقم 19 پوره تراشیده از دست محبوسان مسلمان کتاب‌های دینی و حتی تسبیح و جاینماز را کشیده گرفتند و هم زندانبان‌ها و هم محبوسان غیر مسلمان را تحقیر کرده شان و شرف آنها را پست می‌زدند. توشف گفت آنها محبس را به دست خود گرفتند تا که برای برادرانی که برای حمله کراکوس به ادعای او ناعادلانه حبس شدند انتقام بگیرند. برای حمله کراکوس که 145 کشته به جا گذاشت دست کم 12 کس 11 تاجیکستانی و 1 زاده قرقیزستان در حبس قرار دارند. روز 23 آگوست رسانه‌های زیادی خبر دادند که گروگانگیرها در محبس سوروفکن سلاح و ماشین، چرخبال و $2 میلیون طلب دارند. اما توشف ادعای $2 میلیون طلب کردنش را بلافاصله رد کرد و گفت آنها به خاطر پول دست به این کار زدند. اما او تصدیق کرده بود که از مقامات 4 اتومات، ماشین و همچنین اشیاء آزاد کردن محبوسان هموطن خود را طلب دارند.
در نهایت مقامات دیجا که از این طلبها رو اجرا نکرده آشوب محبوسان را با استفاده از نیرو فرو نشاندند. اشتراک زادگان تاجیکستان و ازبکستان در آشوب پرقربانی در محبس‌های روسیه مهاجران تاجیک و ازبک در روسیه و همین طور خانواده‌های آنها را سخت نگران کرده است. همه در تشویشند که این قضیه باعث موج نوی برخورد شدید مقامات روسیه نسبت به مهاجران خواهد شد، امری که مهاجران تاجیک بعد حمله کروکوس دچار شدند. احتمال بعد آشوب در زندان ولگاگراد شدید گرفتن فشار به مهاجران تاجیک طوری به نظر می رسد رهبران تاجیکستان را نیز در تشویش انداخته است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان علاقه شام 23 آگوست درباره صحبت تلفنی وزیر داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده با همتای روسش ولادیمیر کلاکولتسف وابسته به حادثه گروگانگیری در مؤسسه اصلاحی نظامش سنگین شهر سولوفکن خبر داد. در اطلاع رسمی گفته می شود که در هفته صحبت جانب‌ها عاید در همبستگی تعجیلاً اندیشیدن چاره‌های ضروری بر معین و دستگیر نمودن دیگر اعضای تشکیلات تروریستی که جنایت مذکور را صادر نمودند و برای گذرانیدن حرکت‌های مشترک اپراتیوی تفتیشاتی به موافقت رسیدند. تفصیلات دیگر توافقات حاصل شده گفته نشده است، ولی تاکید شده است که صحبت تلفنی رحیمزاده با همتای روسش با دستور و سفارش پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان صورت گرفته است. در روسیه از 1 تا 2 میلیون زاده تاجیکستان کار و زندگی می‌کند. هر سال آنها از روسیه به تاجیکستان تا چندین میلیارد دلار پول می‌فرستند. در نیمه اول سال 2024 اساساً بعد حمله کروکوس از روسیه بیش از 17,000 شهروند تاجیکستان را اخراج کردند. اخراج مهاجران از روسیه در تاجیکستان به معنای از یک منبع مهم درآمدش محروم شدن دست کم یک خانواده است. شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک مقیم فرانسه تیمور ورقی به جای علیم شیرزمانوف رهبر نو انجمن آزاداندیشان تاجیک، یکی از 3 سازمان عضو پیمان ملی تاجیکستان، ائتلاف در خود تاجیکستان ممنوع نیروهای اپوزیسیون تاجیک، در اروپا انتخاب شد. رهبری این سازمان اپوزیسیونی را تا کنون علیم شیرزمانوف، سیاستمدار مخالف زاده بدخشان، به دوش داشت. در این باره روز 25 آگوست سال 2024 سلیم سلطانزاده عضو شورای انجمن آزاداندیشان به پایگاه خبری بامداد خبر داد. در پاسخ به سوال بامداد درباره سبب از مقام رئیس انجمن رفتن شیرزمانوف، سلطانزاده تفصیلات نداد و تنها گفت که شورای رهبری چنین تصمیم گرفت. خود شیرزمانوف سبب برکناریش را شرح نداده است. سلیم سلطانزاده گفت جلسه نوبتی این گروه اپوزیسیونی روز 24 آگوست دایر شده. در این جلسه علاوه بر انتخاب رهبر نو انجمن همچنین چند مسئله دیگر از جمله انتخاب اعضای نو شورای رهبری و فعالیت‌های انجمن آزاداندیشان تا ماه ینور سال 2025 بررسی شده. 5 فعال تاجیک به عضویت سازمان پذیرفته شدند. بنا به اطلاع سلطانزاده در جلسه اخیر شیرعلی غلامعلیف پژوهشگر دانشگاه سکوبا یاپونیا عضو نو شورای رهبری انجمن آزاداندیشان انتخاب شد. شورای انجمن آزاداندیشان تاجیک حالا از 7 نفر عبارت است: تیمور ورقی، علیم شیرزمانوف، سیدیونوس استرافشانی، سلیم سلطانزاده، شیرعلی غلامعلیف، جمشید یاروف و یک عالم تاجیک که حالا نام او را اعلان کرده نمیتوانند. تیمور ورقی رهبر نو انجمن آزاداندیشان تاجیک سال 1962 در دوشنبه به دنیا آمده است. او در سالهای 80 بعد ختم رشته زبان و ادبیات روسی در دانشگاه یک مدت در اکادمی علم‌ها و سپس همچون استاد زبان روسی در دانشگاه دولتی تاجیکستان کار کرده. در پایان سالهای 80 به ژورنالیستیکا رو آورد. او از سال 1989 تا 1992 در نشریه کامسومولتس تاجیکستان و خبرگزاری پست فاکتوم کار کرده. سال 1992 نشریه مستقل تاجیک پریس را تأسیس داد. ورقی در پایان سال 1992 در پی به دوشنبه وارد شدن نیروهای فرانت خلقی تاجیکستان را ترک گفت و سالهای زیاد در مسکو باعث خبرنگار بخش روسی BBC کار کرد. او بعد انجام کارش در BBC به تاجیکستان برگشت و یک مدت در خبرگزاری از پلیوس کار کرد. تیمور ورقی بعداً در تلویزیون اپوزیسیونی صفا تیوی نیز فعالیت کرده. پس از بسته شدن این شبکه سال 2015 به اروپا رفت و سالهای اخیر در فرانسه به سر میبرد. تیمور ورقی همچون عضو شورای عالی پیمان ملی تاجیکستان بوده رهبری دپارتمنت مطبوعات
در این ائتلاف نیروهای اپوزیسیون تاجیک را به عهده دارد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف روز 24 آگوست سال 2024 در آستانه سالگرد استقلال کشور یک عده از نمایندگان ساحه‌های گوناگون از جمله اهل فرهنگ را با عنوانها و نشانهای دولتی سرفراز گرداند. در برابر چهره‌های شناخته چون آوازخوان شناخته ازبک آزاده سیورخان، آوازخوان معروف تاجیک، سالیست انسامبل دریا نگینا امانقلووا نیز با فرمان میرزیویف سزاوار عنوان هنرمند خلقی ازبکستان شد. این بلندترین عنوان برای اهل فرهنگ در ازبکستان دانسته می شود. با فرمان پرزیدنت ازبکستان برای خدمت‌های برجسته در تحکیم استقلال وطن، بنیاد ازبکستان جدید، استعداد بلند، فعالیت گوناگون جانبه ایجادی برای بالا بردن سطح معنویات مردم، رشد فرهنگ، تربیت جوانان در رویه محبت و صداقت به کشور خود و اشتراک فعالانه در حیات جمعیتی، اینها سزاوار عنوان هنرمند خلقی ازبکستان شدند. کوزیف تویر استاد ساز ملی مکتب موسیقی به نام اوسپنسکی، مطرب نادر و اویگل استاد کافدرای دانشکده آموزگاری آوازخوان، نظرخان و سیوره آوازخوان مؤسسه دولتی ازبک کنسرت، عمر ولی خان سرکارگردان تئاتر دولتی اکادمی روسی ازبکستان، اورونبایف کمالدین رکتور کنسرواتوار دولتی و رهبر ایجادی ارکستر دولتی سیمفونی ازبکستان، امانقلووا نگینا آوازخوان انسامبل دریای کمیته رادیو و تلویزیون حکومت تاجیکستان، هنرپیشه شایسته تاجیکستان و اینک هنرمند خلقی ازبکستان نگینا امانقلووا 30 ینور سال 1976 در شهر پنجکند ولایت لینین‌آباد حال ولایت سوغد در شمال و غرب تاجیکستان در اویله سرفرزند به دنیا آمده است. مادر او بوگالتر و پدرش راننده می باشد. نگینا امانقلووا با خواندن ترانه‌های مردمی و همچنین بازخوانی ترانه‌های سال‌های پیشین معروف شده است. نگینا سال 2007 به خویش پسرش فیروز به شفر برآمده است. سال 2008 آنها صاحب پسر شدند که عظمت نامش گذاشتند. نگینا از خردسالی میخواست پزشک شود، اما مهر و محبت گرمش به سرود و موسیقی سرانجام او را روی صحنه آورد و در یک وقت کوتاه به نگین صحنه تاجیک تبدیل داد. نگینا با بازخوانی سرود شب مهتاب معروف گردید. بعد با این ترانه پیروز شدنش در آزمون اندلیب، نگینا امانقلووا از پنجکند به دوشنبه کوچید و به صحنه کلان رو یافت. در آغوش تو میمیرم، کبوتر و چند دیگر از ترانه‌های نگینا از جمله پرتماشابین‌ترین ترانه‌های تاجیکی به شمار می‌روند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره یک حالت از بی‌احتیاطی مادر جوان جان باختن یک کودک 3 ساله در شهر استرفشان خبر داد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا با گمان از بی‌احتیاطی به مرگ رساندن و در خطر ماندن دستگیر کرده شد. خود این زن یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه وزارت کارهای داخلی گمان بر شونده شب 19 آگوست سال 2024 تخمینا ساعت 23:30 واسطه مکانیکی سه چرخه تمغه فوپنگ را در شفت منزل استقامتیش اداره نموده، از عهده اداره واسطه نقلیات نبر آمده و محض از روی مناسبت بی‌پروایانه با قسم پس واسطه مکانیکی فرزند خردسال 3 سالش را پخش نموده است و به کودک جراحت جسمانی رسانیده است. جوانزن با مقصد پنهان داشتن حادثه فرزند خردسالش را در وضعیت برای حیات و سلامتیش خطرناک قرار داده، به او یاری نرسانیده، حیاتش را در خطر مانده به بیمارخانه دسترس نکرده است. در نتیجه فرزند خردسالش از جراحت برداشتش به هلاکت رسیده است. نسبت به گمان برشونده بر اساس قسم 1 ماده 108 و قسم 2 ماده 127 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. مرکز مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان همزمان درباره باز 2 صدمه مرگ‌آور دیگر در راه‌های جمهوری خبر داد. از جمله 22 آگوست سال 2024 تخمینا ساعت 19:30 راننده ماشین تمغه تویوتا سفاروف جان بیگجان سال 12985
ساکن شهر کولوب هنگام حرکت با کوچه مایاکوفسکی از طرف کوچه شستاپالوف به سمت کوچه شیروزی در روبروی بنای استقامتی رقم 93 کوچه مایاکوفسکی پیادهگرد شخصیتش نامعلوم مرد تخمینا 70 ساله را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته از جانب خود راننده به بیمارخانه دسترس کرده شد، ولی در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. معاین کرده شد که این جسد محمد امینوف مامرایی سال تولدش 1946 ساکن شهر دوشنبه می باشد. همچنین 23 آگوست سال 2024 تخمینا ساعت 13:00 راننده ماشین تمغه BMW علیموف ظهوردین سال تولدش 2002 ساکن نویه جومی هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر بختار در حدود جماعت دیوت عینی نویه خراسان از روده دوره واسطه نقلیات نبرآمده به ماشین برقی تمغه جاکایون راننده‌اش احمدوف حاتم سال تولدش 1966 ساکن شهر دوشنبه که در قطار دویم حرکت میکرد برخورده است. در نتیجه ماشین برقی به چخوری طرف راست رو چپه شده یک مسافر داخل اون در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافر دیگر این ماشین با جراحت‌های جسمانی در بیمارخانه بستری گردیده است. اوید به این حادثه و تحقیقات ادامه دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگاورش پرخطر دانسته می‌شوند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 24 آگوست سال 2024 درباره بازداشت باز یک زن خبر داد که در حالت مستی پشت چنبر فرمان ماشین نشسته است. فرخنده قربان و ساکن 28 ساله ایسار به بالای این در حالت مستی در یکی از کوچه‌های پایتخت تاجیکستان دچار صدمه شده ماشینش را پچخم کرده است. بنا به اطلاع میلیسیا قربان و فرخنده سال تولدش 1996 ساکن شهر ایسار هنگام در کوچه قور و شهر دوشنبه اداره نمودن واسطه نقلیات تمغه خونده رقم‌های قید دولتیش 1769 GG01 به صدمه دچار گردید. ضمن سنجش معاین کرده شد که او در حالت مستی قرار داشته، به همین سبب از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده است. وابسته به حالت مذکور نسبت به قربان و بر اساس ماده 332 کودکس حقوق و ایرانکنی‌های مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شد. دادگاه نسبت به او جریمه مأموری به اندازه 300 نشان دهنده برای حساب‌ها برابر به 21600 سامانی یا قریب $2000 تعیین کرد. فرخنده قربان و همچنین با قرار دادگاه برای 5 سال از حقوق اداره واسطه نقلیات محروم کرده شد. این یگانه موردی در حالت مستی به دست افتادن زنان در پایتخت تاجیکستان است. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 16 آگوست سال 2024 از بازداشت و 21600 سامانی جریمه شدن و برای 5 سال از حقوق رانندگی محروم کردن قیوم و لیلا نام یک زن راننده خبر داد که در حالت مستی پشت فرمان ماشین BMW با رقم‌های وایما 9999 TV 01 نشسته است. قیوم و لیلا با حکم دادگاه همچنین برای 5 سال از حقوق اداره واسطه نقلیات محروم کرده شد. این چنین ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 24 ایول سال 2024 خبر داد که از جانب کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی ماشین تمغه رنج راور رقم قید دولتیش 5328 MH01 بازداشت کرده شد. در نتیجه سنجش معاین گردید که واسطه نقلیات به شهروند بازار و حبیبه تعلق داشته است. او دیده و دانسته اداره ماشین را به شهروند برکت سلیم واگذار کرده است که و آن هم در حالی که هر دو در حالت مستی قرار داشتند. در نتیجه بازار و حبیبه به اندازه 300 نشان دهنده برای حساب‌ها برابر به 21600 سامانی یا قریب $2000 جریمه بسته شد. برکت سلیم به 15 شبانه روز حبس مأموری محکوم شد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.